صف بانکومت‌های پول نداشته امانت بانک در شهر کلاب و منطقه می‌افزاید. نداشت پول نقدینه در بانکومت‌های امانت بانک شکایت ساکنان را به بار آورده است. علی حمیدوف بعد چند روزی سرگردانی در یک بانکومت نزد امانت بانک پول پیدا کرد. حالا مجبور است که نوبت بپاید. او تنها نآمده است. همراه با خود همسرش را آورده است. خود در صف مردان، همسرش در صف زنان نوبت میپاید. کدامی که نوبتش رسید پول را از بانکومت میگیرد. درد همین دوغ دلی مردم باید برسه. همین زنکا و کودک‌داروی چیز میان روز تو بگیرن نوبت میستن. نمیدونیم خطی اعلامون میگیم که کدام میز نوبت کم باشه، زنو کم باشه، زنو دم است و مردم هم میستیم. نداشت پول نقدینه در بانکومت‌های امانت بانک خاص منطقه کلاب نیست. ساکنان از دیگر گوشه‌های منطقه کلاب و جمهوری شکایت دارند که در بانکومت‌های امانت بانک پول پیدا کردن نمی‌توانند. در امانت بانک منطقه کلاب سبب پول کم در خزینه‌هایشان را در کار بانک ملی می‌دانند. ولی بانک ملی میگوید که درخواست بانک‌هایی را که برای پول نقد سری وقت مراجعت می‌کنند قانع می‌سازد. امید شریپова ساکنی دیگری کلاب میگوید که چند روز به این طرف برای گرفتن پول از ده رفت و آمد دارد. او الیمنت فرزندانش را باید گیرد. دایم همین خیل میم همین خیل کاری که کارمون بغلتم میم همین خیل همین عقلای او چیرا دمیسیم بخدا روز میشه خوارد باورم کنی نکنی 4 مرتبه همینجا در اومدگیم خیلی ما هم کار داریم با پای زندگیمون بریم دیگه هم فقط همینجا بیم یا جای دیگه چی کننده مردم تیز کارش بود کنه برای پای زندگیش تنبابل تری نشوه چورش بینن خی. حالا در برخی بانکومت‌های شهری کلاب با جای پول داشتن یا نداشتن اعلان فروش خانه نوشته شده است، اما ساکنان به اعلان توجه نمی‌کنند. تنها در بانکومت کارتشان را می‌گذارند و از سنجش می‌گذرانند که بانکومت پول دارد یا نه. بهترین کار دوبار. امانت بانک یکی از بانک‌های بزرگ دولتی بوده، همه کارخانه‌های بودجتی و نفقه‌گیران با کارت‌های این بانک تامین کرده شده اند. ساکنان میگویند که این مشکل دائم در بانکومت‌های امانت بانک دیده می شود. با گفته ساکنان آنها وقتی از بانکومت‌های امانت بانک پول پیدا نمی‌کنند مجبور می‌شوند که دویم بار فایز داده از بانکومت‌های بانک‌های خصوصی پول خود را گیرند.